تقلب کرد یه جاش. نگم گولت جو. یادتونه بهتون یاد دادم که چجوری موجاتون رو میچسبون. انگار مثلا میخواد قبر من رو بکن. سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل من، به چنل خودتون. ما اومدیم با یه بازی چالشی دیگه. سلام بچه‌ها، چطورید؟ محسا دوباره من آورده با کشش و چشم‌بنداش، ولی یه موقع اضافه شده، این نمیدونم دیگه چیه. خب بازی اینطوریه که جفتمون چشمامون رو میبندیم. بذار واسه تو کامل بزنم. چشمامون رو کامل میبندیم. حالا به قرعه نفر اول این میاد توی دستش. میذارم رو سرم. خب اینو تا جایی که میخواد سفتش میکنی. حالا تو جاهاتو عوض میکنی با چشم بسته. من از اینجا تا اینجا هر جایی که دلم میخواد، یعنی بتونم با ضرب محکم میزنم تو صورت، نه ها، پشت سر محکم میزنم. اگه جا مثلا تو اینجا باشی، من اینجا بزنم که هیچ، انقدر این کار رو ادامه میدم تا بخوره بهت. خورد بهت، اگه صدا در بیاد با این کشه طرفی اما کشه رو میگیری میکشی. اگه صدا در نیاد جا عوض میشه، این میاد دست تو و من انقدر اینجوری میکنم تا یه دونه محکم چوبشو بخورم. بچه این بازی ما سرم میریم ببینیم کی میبازه، که هر کی هم ببازه که جریمه‌شو همون لحظه میگیره دیگه، با این کشای دردآور. بچه اگه نمیدونی تو بازی قبلیش برید ببینید، این کشا رو میندازیم توی سرمون، میذاریم روی شکممون، طرف مقابل میکشه و یه دفعه ول میکنه و اینجامون کبود میشه. آره. بریم. میخوای سنگ کاغذ قیچی کنم ببینیم اول کی؟ آره. من سنگ کاغذ قیچی همیشه پیش دارم ولی خودم بلدش نیستم. من بلد نیستم نه نمیدونم اصلا چی میشه که طرف میبره. آها خب اصلا من هستم خودم قبر خودم همیشه میکنم. یه سرشو بلدم. خب سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. الان من کاغذ قیچی رو میبرم، پس من قیچی کاغذ رو میبره. آشغال دیگه اینگاه با گاو داره. اون سنگ و کاغذه که کاغذ میره تو سنگه. نه کاغذ تو این بازی قوی تره. ببن همه چی میتونه چانه داره. بچه ما رشتی ها واسه اینکه بگیم دهنه داره میگیم چانه دوه. بریم. خدا شاهده بازی قبلی برید نگاه کنید، تقلب کرد یه جاش. نگم گولت جفتشم قشنگ این کار رو کرد. من تخم مرغ خورد تو سرم. نه خیلی شما ببینید قضاوت با خودت. حالا گولم نزن. باش گولت نمیست. خب آها کشا بسته. کشا چشتو میتونی الان باز کنی؟ نه ببین همین حرفه، همین حرفه. بچه شما میدونید تو خونه از این بازی رو بکنید، خیلی حال میده. خب چشا بسته ها، من چشم رو دیگه بسته. خب سلام آقا صدام در نگه تو سرم یعنی میزنی؟ دیگه حالا هر جا خوردی. چشم بسته هر وقت چشم بسته است. ببین دستتو بده من. همین روبروی هم وای میستیم، من به متن که سه رو گفتم تو شروع میکنی تکون خوردن. حالا من هر جا سرم باش. یک از صدای پات میفهمم. این برگردم الان راست من. یک دو سه. نیلکا به پشت واستی یا نخوره تو صورته. وای میچرسی. برگردم. آره میخوره تو چش و چالت ما. پشت سر خطرناکتر نیست بابا مقوا. خدا من خیلی دارم میترسم به خدا. باورتون نمیشه چقدر زیست. یک برگردم برگردم میترسم. یک وایسا ازم. خب برو. یک دو سه. نیکا تو محوطه اوپن با صدای خنده از اون برمیاد. کثافت. میترسم اینجا بازی.
تو محوطه همین توسیه واسا. نمی‌دونم. 1 2 3 نفسم بالا نمیاد اگه اسپرس برم. بیا دیگه الان من هی بگم 1 2 3 بیا بزن تمام کن برم. یکم پایی کرد. میفهمی کجاه؟ بادش میاد. دروغ میگی. کجا؟ الان باید کشم تحمل کنه. الان باید کشم برم. تو بدبختیه. خیلی چسبه. بیا تخم مرغ تو بازی قبل نده یه جور زد تو سر من. آها بیا. آها وای وای. اول بگو کجا خورد؟ اینجا. آها یه کاری هم با من میکنه همیشه میگه 1 2 3 سوزش وای چوب سوخت. ناز من الان. آخ جون. ما یا حضرت عباس ببین یه جور میزنم. وای ببین راست میگه چقدر خوبه. خیلی بده خواهی. آجی داره اینو لول میکنه یعنی بزنه کسی کلم. تو چه که راه چه من میپیچم. من استرسی که کشیدم و اینو بندازم من. برو بچه ها واسه 1 2 3 1 2 3 کسافت زدم. آره دیگه خورده ولی من صدام در نمیاد. گفتی کسافت. نه دیگه نو ریاکشن عزیزم. من هیچی نگی. من هیچی نگی. باشه. خب تو زدی من چجوری پس تا کی بهت میگفتم خورده؟ نمیگی بعد منظور آی و اویه دیگه. موزه نمیفته. ببین چیه؟ موزه یادتونه بهتون یاد دادم که چجوری موجهاتون رو میچسبونید. چشمن نزنید. خب بچه هم موجهش اینجا بنداز تو ویدیو بعدی بهتون آموزش بده. خب الان چی یعنی؟ الان خدا الان یعنی نوبت من نه داری اشتباه میکنیم. اینو لود میکنی انگار مثلا میخواد قبر من رو بکن. مگه نمیگم یا شبیه اون نشد. یواش مگه نمیگم یواش یواش. خب حالا مثلا الان میخواد چی کنه؟ انگشتم گیر میگن چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی. چشم رو تو چشم باز بدیم. چشم باز زدی من. آره چشم باز بود اینقدر طول میگه. ببین خدایی محکمش کردی. 1 آقا پایین رو کله نزنیم. من زدم تو کله. نه زدی تو پهلو. خب 1 آخه ببین یه چیزی هست به من نگاه کن. وقتی که پایین رو در نظر بگیری اینجوری کنی در هر صورت میخوره به یه جای یه پهلو تیک کلا نه. ولی اگر بالا در نظر بگیری مثلا اینجوری خیلی سر خواهش 1 2 3 اوش دروغ میگی. چرا
تا صبح تیو شمشیر زن حرفه‌ای شدن. میکا اینقدر تقلب نکن، اصلا نمیتونه آروم بمونه. از این میترسم. من را کمک میخوام به خدا خندامو نبید اشکامو ببینید. 1 2 3 باز به قرآن رفتی. چشم با نکنی ها. 1 2 3 میتونم ریاکشن نشونم. این موجوش کم تو رو خدا خیابمو ببینید. بیا بچه ها یه کش دیگه دیدم، اونو میخوام برم بخندم. اینجوری میکشی مثلا میرم تو آشپزخونه. خیلی میسوزه این تو واقعا. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون میاد از این ستاران بازی‌ها شد دوباره من نه دیگه کنن 3 راند بود دیگه، 3 راند رو رفت. آره حالا این تو لودینگ بالا سرش از اینا میذارم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه از این چالش ها دوست دارین واسه هم تو کامنت ها بگین که بریم توی چالش های باحال‌تر. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون داریم. بای بای.